بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز و گرامی، عرض سلام و احترامات به شما. امروز درباره یک از پروژه تنظیم مجدد شهرولی کابل صحبت میکنیم در منطقه 500 فامیلی کابل در شمال کابل. نقشه را کلام میکنم. اول ببینیم که در کدام قسمت درباره کدام قسمت کابل صحبت میکنیم. غرب کابل است، شمال کابل است و شرق کابل است. پروژه امروزی ما درباره منطقه خیرخانه است یا شمال کابل است و دقیقاً منطقه 500 فامیلی است. تنظیم مجدد زمین و انکشاف مجدد زمین دو مدل پلان سازی مناطق غیر پلانی کابل است که از طرف شهرولی کابل اجرا میشه. امروز یک نمایش رو به شما نشان میدم، ببینیم که چه معنا و عملکرد از چه قسم است، مزایاش چیز، کدام سهولت ها درش وجود داره و چه مشکلات سر راهشان است. این یک نمونه بسیار ساده و خوبش است. بعد از اون شما خودتان درک کردین که این مناطق غیر پلانی که است، اینام آرام آرام نظر به اولویت منطقهش پلانی خواهد شدن. و این تنظیم مجدد زمین است. یعنی این منطقه قسمت خانه‌های رهایشی بودن، وجود داشتن، از طرف شهرولی کابل تخریب شد و با اونا به کسایی که در اینجا رهایش داشتن وعده داده شد که به عوض خانه‌شان اینجا دو بلاک ساخته خواهد شد، یک بلاک 12 منزله و یک بلاک 8 منزله و همین کسایی که در اینجا هستن به هر کدامشان یک آپارتمان داده خواهد شد. به عوضش هم این منطقه پلانی میشه و هم کسایی که در اینجا هستن پس دوباره صاحب آپارتمان میشن، هنوز بهترش، و هم با اونا و این منطقه یک شکل و معیار استاندارد به خود میگیره و هم اینجا پارکینگ ساخته خواهد شد، فضای سبز ساخته خواهد شد و قسمت امنیتی هم ساخته خواهد شد و دیگه مزایای خاصی که درباره بلاک هاست که من رو ذکر میکنم. این فایده پلان ساختن مناطق غیر پلانی است. برمیگردیم این نقشه سال 2019 را به شما نشان میدم که شما ببینید در 2019 یا پیش از 2019 2010 یا حتی پیشتر از او چه شکلی را به خود داشته اینجا. همین بلاک که ما امروز دربارش صحبت میکنیم. اینا ببینید، من سال 2020 برش میگردانم نقشه را. در سال 2020 میبینید که چه قسم بوده. این قسمت این بلاک وجود داشته یا وجود داشته و هم اما اینجا خانه های رهایشی بوده. زوم کنم، کلانترش کنم تا بهتر ببینید که تخریب شدن و به 2019 برش میگردانیم که ببینید کاملا منطقه خانه های رهایشی بوده اما بدون نقشه. بیبرمش کمی عقبتر. سال 2015 میبینید که این دو بلاک که فعلا در پشت سر از بلاک هاست وجود نداشته. این آخرین نقشه که من میتونم با شما نشان بدم 2009 است که میبینید این منطقه کاملا مثل یک زمین خالی بوده. این نقشه قسمت 500 فامیلی است در سال 2009. تغییرات هم مشاهده کردین. حالا میپردازیم به خصوصیات این دو بلاک. این در ساحه 1234 متر مربع ساخته میشه و قسمی که گفتم یک بلاک 12 منزله و یک بلاک 8 منزله ساخته میشه. هم پارکینگ وجود خواهد داشت در دو بلاک. دو منزله اولش تجاری خواهد بود و 6 منزل دیگهش رهایشی. در مجموع در هر دوی بلاک به تعداد 76 آپارتمان ساخته میشه. 76 آپارتمان فکر کنید تعداد خانه‌ای که در اینجا رهایش داشت از کده زیادتر است.
یک تعداد آپارتمان ها را میتونن به فروش برسانن و یا از جای دیگه در اینجا انتقال بدن. دهی بلاک هم 2 منزلش تجاری خواهد بود و 10 منزل دیگهش رایشی خواهد بود. قسمی که گفتم 76 آپارتمان در مجموع. سیستم فاضلاب برزی در نظر گرفتن، سیستم امنیتی در نظر گرفتن، برش یک اتاقک در نظر گرفتن، یک جنکشن برق علایده برزی بلاک ها در نظر گرفته شده و همچنان سیستم مرکزگرمی، سایه بازی بر اطفال و پیاده رو برای ساکنین منطقه و همچنان پارکینگ و فضای سبز. این ویدیو امروزی بود درباره یک از عملکردها و پلان‌های شهرولی کابل. امید است که خوشتان آمده باشه. تا یک ویدیو دیگه، تا یک نقشه دیگه، از پیشتون اجازه می‌خوایم. دوست گرامی، در پناه خداوند باشین. روزتان خوش. با من خدا.